احتمالاً این کامنت معروف این شیخ عرب رو دیدید که گفته ایران که تاریخی نداره و برج خلیفه و موزه آینده آرزوی شماست. باید بهش گفت شانس آوردی که نادرشاه الان نیست. دقیقاً 300 سال پیش روزی زنی نزد نادرشاه رفت و روسری خود را بر سر نادر انداخت و نادر پرسید این چه کاریست؟ زن پاسخ داد لچکم بر سرت باد. تو ولی عهد این سرزمین باشی و عربها به من تجاوز کنند. این را گفت و رفت. از آن روز نادر آنقدر از عربها را قتل عام کرد که عربها به قصد عذرخواهی پیش نادر رفتند و گفتند دست از قتل عام آنان بردارد. نادر گفت شرطی دارم. آن هم این است که مردانتان روسری بر سر کنند و مانند زنان در کوچه بازار راه بروند. و حالا چند صد سال از زمان نادر گذشته اما اعراب هنوز روسری به سر دارند. لطفاً اینقدر این پست رو لایک کنید تا به دست این شخص برسه. و اگر پیج تاریخ با آرزو رو فالو ندارید احتمالاً دیگه پیج ما رو نخواهید دید.